سرخط خبرهای مهم: آغاز پروازها بین تاجیکستان و قرقیزستان. پوتین گفت سازش با اوکراین چند اما دارد و کمبود برق کارخانه سازی در سوخت را زیر سوال برده است. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز جمعه 14 مارت. شرکت هواپیمایی سومونیر امروز از دوشنبه به بیشکک پرواز چارتری انجام داد. در این پرواز نمایندگان ساحه اویاسیای گردنی، وزارت و اداره‌ها از جمله نمایندگان کمیته رشد سیاحی به پایتخت قرقیزستان می روند. خدمات مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داده است که این اقدام پس از گفت و شنود پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان که در دایره سفر دولتی امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به بیشکک دایر گردید عملی می گردد. انتظار می رود که من بعد شروع از 23 مارت پروازها در این مسیر هفته یک مرتبه روزهای یکشنبه انجام داده می شود. وقتی پرواز از دوشنبه ساعت 10:30 و از بیشکک ساعت 14:20 به وقت محلی گفته شده است. پروازها بین دوشنبه و بیشکک ماه سال 2021 با سبب محدودیت جانب قرقیزستان با ورود شهروندان تاجیکستان متوقف شده بود. روز 25 می سال 2021 تقریباً و 200 مسافری پرواز چارتری سومونیر اجازت ورود به قرقیزستان ندادند و آنها مجبور شدند دوباره به دوشنبه برگردند. ماه ایون سال 2021 حکومت قرقیزستان رسما مرزها را با تاجیکستان بست که این به قطع پروازها بین دو کشور نیز دخل داشت. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت روسیه با پیشنهادی قطع عملیات جنگی راضی است، اما نازکی‌ها وجود دارد که به گفته او هر دو جانب باید بررسی کنند. معلوم نیست که او دقیقاً کی را در نظر داشت، آمریکا یا اوکراین را. ما با پیشنهاد قطع عملیات جنگی راضی هستیم، اما چنین می‌شماریم که این قطع باید به سوی دراز مدت آورده رساند و سبب‌های اصلی این بحران را برطرف کند، گفت او. ولادیمیر پوتین در شرح مذاکرات ایالات متحده و اوکراین گفته است ظاهراً به نظر چنین می‌نماید که جنوب اوکراین تحت فشار آمریکا تصمیم می‌گیرد. در واقع من مطمئنم که جنوب اوکراین باید با نظر داشته وضعی که فعلا قرار دارد به طور فوری از آمریکایی‌ها این را باید درخواست می‌کرد، گفته است ولادیمیر پوتین. در همین حال یاور پرزیدنت روسیه یوری اوشاکوف گفته است مسکو خواستار آتش‌بسی موقتی نه بلکه منفعت‌دار حل درازمدت نزاع است. روز 13 مارت در تلویزیون دولتی روسیه یک گفت هدف ما صلح درازمدت است که منفعت‌های قانونی کشورهای ما را به اینابت بگیرد. اوشاکوف دیرتر به خبرنگاران گفت پیشنهاد آتش‌بسی یک ماه با اوکراین به روسیه چیزی نمی‌دهد. این زمان است که به باور او به اوکراین فرصت می‌دهد تا موقع واحدهایش را تغییر دهد. پرزیدنت آمریکا روز 12 مارت از روسیه تقاضا کرد که با آتش‌بسی 3 روزه راضی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید نمود که در صورت رد شدن این پیشنهاد مسکو با تحریم‌های اضافی روبرو خواهد شد. کمبود برق در شمال تاجیکستان نه فقط به خانواده‌ها در فصل زمستان مشکل پیش آورده است، بلکه به گفته صاحبکاران بنیاد کارخانه‌های نو را زیر سوال برده است. مسئولین منطقه آزاد اقتصادی ولایت سوخت برای بنیاد تقریباً 10 کارخانه نو قرارداد بستند، اما از کمبود برق نگرانند. نمایندگان شرکت برق تاجیک در این ولایت میگویند تاجیکستان با بنیاد نیروگاه‌های نو این مسئله را حل خواهد کرد. فرزان محمدی در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهد. قرار است در منطقه آزاد اقتصادی ولایت سوخت به زودی 8 کارخانه عظیم نو به کار سر کند. قسمی از آنها با سرمایه‌های بیرونی بنیاد خواهند شد. ساختمان در اوج است، اما نگرانی‌ها از کمبود برق نیست، چون به برق این کارخانه‌ها کار کردن نمی‌توانند. با مکتوب با وزارت روان کردم اویدی همین کمکی برق بعد با هر سال که ما شوروی منطقه آزاد اقتصادی میشد با راهبری معاونی اولی سروزیر در آنجا هم که من سال این مسئله وظیفه گذاری کردم گفتم که با که ما همین برق لازم برای جلب سرمایه اساساً همین برق لازم. ولایت سوخت زیاده از 1200 کارخانه صنعتی دارد و در آنها 260 نمود محصولات تولید کرده می شود. قسمی از این کارخانه ها در حدود منطقه آزاد اقتصادی جایگیر شده‌اند و از امتیازهای دولتی برخوردارند.
намояндагони ширкати барқи тоҷик дар вилояти суғд мегӯянд аксари муроҷиати соҳибони корхонаҳои саноатиро қонеъ мегардонанд ва дар ин самт тақрибан мушкилот вуҷуд надорад. масъалаи минтақаи озоди иқтисодӣ он минтақа аз зеристкои барқи эҳё бо барқ таъмин мешавад. اونجا روی معلومات من هرچند در توازن شبکه‌های تقسیم و شهر خجان باشدم روی معلومات من اونجا باید که مشکل نباشد برای فعالیت نمونه کارخانه‌های صنعتی. فعلا در منطقه آزاد اقتصادی ولایت سوغد بیشتر از 40 شرکت داخلی و خارجی فعالیت میبرند و با 10 کشور جهان داد و گرفت میکنند. قسمی از این کارخانه ها با گاز طبیعی کار میکنند که 5 سال پیش بعد تنفس چند ساله انتقال آن از ازبکستان از سر گرفته شد. با وجود این سران منطقه آزاد اقتصادی سوغد میگویند در سال جاری عزم دارند برای برطرف کردن مانع‌های انرژتیکی سرمایه‌گذاران چینی را جلب کنند. سرمایه‌گذارانی مردم چین اگر اونده همین солнечный پنل میگن اگر پنل برقی آفتابی اگر همین شود که بسیار همین حل مسئله میشه بسیار با کارخانه‌ای که با هستن سرمایه‌گذار با بسیار تر جلب میشن اینجا. 200 میلیون دلار در سال 2024 با قول رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوغد سال گذشته در ولایت 164 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی تأسیس یافت که قسم زیادی کارخانه ها به شهر خوجند و ناحیه باوجان غفورов راست می آید. ما قریب 6 میلیارد سومونی مجموعه محصولات صنعتی زیاد کردیم لیکن قریب 118 کارخانه ها از فعالیت باز ماند که اینها رقابت کرده نتوانست همین بازاری داخلی و تا 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عزیزمان باز ما 280 کارخانه های نوی صنعتی بنیاد کرده می شود. منطقه آزاد اقتصادی سوغد قریب 20 سال پیش در حدود 320 هکتار زمین بنیاد شد. این اولین تجربه جلب سرمایه بود که نسبتاً موفق شمرده می شود. مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودا میگویند مناطق آزاد اقتصادی قطعه‌های علاهیده قلمرو تاجیکستانند که در حدود آنها شرکت‌های گوناگون بر اساس رژه ویژه اندازبندی و گمرکی فعالیت میکنند و مقامات دولتی حق دخالت به کار آنها را ندارند. زیرا حدود مناطق آزاد اقتصادی همچون حدود گمرک کشور دانسته شده به مال و ملک داخلی آن همچون به مال و ملک خارجی مناسبت می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. маблағи пардохтҳои андоз аз даромади муҳоҷирон ки бо патент дар Русия кор мекунанд беш аз 16% афзудааст. дар ин бора намояндаи расмии вазорати корҳои дохилии Русия Ирина Волк дар шабакаи телеграмми худ хабар додааст. ба навиштаи ӯ соли 2024 муҳоҷирон ба буҷаи ин кишвар зиёда аз 123 миллиард рубл ворид карданд. این مقامداری روز همچنین خبر داده است که سال گذشته شماری سندهای قانونی شهروندان خارجی عاید به دریافت حقوق فعالیت کاری رسمی در روسیه به زیاده از 2 میلیون عدد رسیده است. در روسیه شهروندان خارجی حق ندارند که به پتنت کار کنند. پروانه کار باید منتظم دراز و پول هر ماهه آن پرداخت کرده شود، وگرنه شهروند خارجی حق دریافت درآمد رسمی را از دست می‌دهد. اکثریت مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتنت فعالیت دارند و پیوسته از قیمت بلند آن شکایت میکنند. بدون پتنت در روسیه کار کردن منع است و صدها مهاجر را با همین دلیل اخراج کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد. 14 марти соли 1911 шоири тоҷик Абдусалом Деҳотӣ таваллуд шудааст ки дар 51 соли умраш барои рушди адабиёти бачагона, рӯзноманигорӣ ва драматургияи тоҷик заҳмати зиёд кашидааст. шеъраш «Баррачеки масти манро» мунаққидон яке аз беҳтарин намунаҳои шеърҳои тасвирии кӯдакон меноманд.
дар ҳамқалами Мирзо Турсунзода драмаи мусиқии Хусрав ва Ширин, мустақилона либреттои операҳои Шӯриши Восе ва Комде ва Маданро навиштааст. дар такмили фарҳанги забони тоҷикӣ хидмат кардааст. 14 марти соли 1942 қисми аввали корхонаи насоҷии шаҳри Душанбе ба кор шурӯъ кард, ки дар солҳои шӯравӣ ба як корхонаи муҳими истеҳсолӣ табдил шуд. Сохтмони пурраи корхона соли 1966 ба анҷом расид, ки дар он маҳсулоти мухталифи пахтаӣ тавлид мешуд. баъди пошхӯрии шӯравӣ корхона ба насоҷии тоҷик табдилӣ ном кард ва бо дастгоҳу мошинҳои навтарин корро идома дод. як корхонаи муҳими истеҳсоли либоси мактабии Тоҷикистон ба шумор меравад. 14 марти соли 1948 олими физикдони тоҷик Маҳмадшоҳ Илолов таваллуд шудааст, ки барои рушди илми тоҷик саҳм гирифтааст. доктори илмҳои физика ва математика, академик, дар мақоми президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон кор кардааст. дар самти назарияи муодилаҳои дифференсиалӣ ва татбиқи онҳо кор карда муаллифи беш аз 400 асари илмӣ мебошад. و چون همیشه در این قسمتی برنامه از قربی اسعار میگوییم. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی رو با 125 سومونی، 100 یورو با 1187 سومونی و 100 دلار رو 1093 سومونی مقرر کرده است. این قربی مقرر نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجاری فرق میکند. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود. برایتان استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهدار.